الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که برای عمل از ایمان بودنش دلیل ها را از قرآن و سنت ذکر بکنید. بله، این عقیده اهل سنت و الجماعت است که عمل از ایمان است. عمل کامل کننده ایمان نیست، بلکه عمل رکن ایمان است، خود ایمان است. و هر کسی که عمل را، جنس عمل را ترک میکند کافر است. و البته به این گفته عقیده اهل سنت و الجماعت دلالت میکند قرآن و سنت و اجماع سلف امت. بارک الله فیکم. قرآن از اول تا به آخرش وقتی که ایمان میگد عمل را ذکر میکند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آنان که ایمان آوردند و عمل صالح کردند. عمل از چی است؟ از ایمان است. اما اشعری و ماتریدی و مرجئه های عصر حاضر میگد که در اینجا عمل را الله از ایمان جدا ذکر کرد. عمل در اینجا عطف است، پس جدا است و عمل یک چیزی زیادتی است. کنید خوب است، نکنید باکی ندارد. اما اهل سنت و الجماعت میگن در اینجا خاص از عام کرده شده است. از عام خاص ذکر کرده شده است. یعنی ایمان عام است، در درونش عمل است، لیکن از درون همون ایمان از یکی از چیزهای مهمش که عمل است الله جدا علاهیده با ذکر کرده است. بمانند این که الله سبحانه و تعالی در یک آیه گفته است حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. الله گفت پابرجا باشید، حفظ کنید 5 وقت نماز رو، همه نمازها رو. اما باز در دومش گفت علی الصلاة الوسطى و این چنین نماز عصر رو. چله که الله گفت ان الذين آمنوا وعملوا، ایمان و عمل رو علاهیده ذکر در اینجا نمازها رو از درونش نماز عصر رو جدا ذکر کرد. ما آیا میتونیم بگیم که نماز عصر از دیگر نمازهای 5 وقته حساب نمیشود؟ نه، نمیتونیم. نماز عصر از درون نماز 5 وقته است، لیکن الله از درون عام خاص این ذکر کرد برای که اهمیت نماز عصر زیادتر است. حتی پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند یعنی من ترک صلاه العصر فقد حبط عمله. هر کسی که نماز عصر ترک کند عملی همون روزش یعنی به پورگی نابود میشود. در اینجا یعنی آیت دیگر است که الله سبحانه و تعالی میگه من کان عدوا لله و ملائکته و جبریل. هر کسی که دشمن الله باشد، دشمن رسول باشد، دشمن ملائکه ها باشد و دشمن جبرائیل و میکائیل باشد. جبرائیل و میکائیل آیا از ملائکه ها هستند یا نیستند؟ بله، همه میگن که از ملائکه هستند. چرا الله گفت که دشمن ملائکه ها باشد و دشمن جبرائیل میکائیل؟ جبرائیل میکائیل از درون ملائکه جدا ذکر کرد، برای اینکه جبرائیل میکائیل از همه بزرگترین ملائکه ها و قدر و قیمتی زیادتر دارند. این چنین الله عمل را از ایمان در آیت ذکر کرد، جدا ذکر کرد. گفت ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آنان که ایمان آوردند و عمل صالح کردند. عمل این بگویم جدا از ایمان نیست، چیزی نادرکاری به ایمان نیست، بلکه عمل از رکن ایمان است. اما الله از درون ایمان برآورد و خاص ذکر کرد برای که اهمیتی زیاد دارد. این اولین دلیل است. و البته در این 2-3 دقیقه شبهات مرجئه را هم جواب دادیم. و دلیل دیگر مثلا خواندن نماز، آیات هایی که دلالت به خواندن نماز میکند، آیات هایی که بیان میکند که کسی که نماز رو ترک میکند کافر است. الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر میکند و میگه که آنانی که ای اهل توحید هر مشرکی رو که کفتید و یافتید بکشید، اما اگر فإن تابوا، اگر توبه کند و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم، اگر نماز خوند، اگر توبه کند یعنی قبول کند اسلام، نماز خوند و زکات بدهد، اینو اقرار کند و میخونم گفت سر دید، این برادر شماست، فاخوانکم فی الدین. پس اگر نکنه چی؟ پس برادر شما نیست. این دلالت به عمل میکند. این هم دلیل است. بارک الله فیکم. پس حالا ما چیزهای ذکر کردیم که این همه دلالت میکند و این چنین آیات‌های زیاد است که ایمان زیاد و کم میشود به واسطه عمل. فزادتهم ایمانا، یعنی مؤمن ها کسانی هستند که
با بالای ایمانشون با ایمان زیاد شده است. فزادهم ایمانا علی ایمانهم، یعنی در حالتهای عمل کردن، در حالتهای یعنی پیش رفتن، ایمانشون بر بالای ایمانشون باز زیاد میشد. و اذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا، ایمانشون باز زیاد میشد. وقتی که تلاوت قرآن میکنن، یعنی عمل تلاوت قرآن میکنن، ایمانشون زیاد میشد. پس بارک الله فیکم، عمل وجود دارد. عمل هایی هست که انسان ترک کند کافر میشد، عمل هایی هست که ترک کند ایمانش ضعیف میشد. و این چنین در حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومده است که میگویند، امام مسلم روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند امرت ان اقاتل الناس حتی اشهدوا لا اله الا الله اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. من از جانب الله امر شدم که بجنگم تا که مردم شهادتن رو قبول بکنند و بعد از این اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله بگن و بعد از این نماز رو بخونند و بعد از این زکات بدهند. اگر همین عمل رو کردن، عصموا منی دماءهم و اموالهم، خونشون و مالشون اگر این عمل رو انجام کنند حرام است، حفظ می شود، به حساب اینها به الله است. اگر لا اله الا الله محمد رسول الله گویند و نماز قبول نکنند، زکات دادن قبول نکنند، چی؟ مسلمان نیند. عمل است یا نیست؟ بله، عمل قبول نکردن، کافر شدند. یا حدیثی حضرت جبرائیل که دلالت همه به عمل میکند، یا حدیثی که در متفق علیه اومده است که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه با حضرت ابوبکر صدیق در مسئله مرتدین صحبت میکنند و همه صحابه، یعنی بالکل آخر الامر همین است که کسانی که زکات رو ترک نموده بودند، زکات رو نمیدهیم گفته بودند، اونها رو مرتد میگن به خاطر عمل هست یا نیست؟ بله. یک عمل انسان رو اگر کافر کند، پس همین عمل انسان رو مسلمان میکند، پس عمل وجود دارد. دلیل ها بنا زیاد است، اما هدایت در دست الله است و بر کسی خواهد میدهد. برای این در حدیث اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگند من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، الله به کسی خیر رو خواهد. خیر چیست در اینجا؟ فهم رو خواهد، حق و باطل رو جدا کردن رو میدهد. الله به کسی که نیکویی رو خواهد یفقهه فی الدین، فقه در دین میکند. یعنی فقه میشود به این معنا نه که یعنی بسیار مسئله میفهمد، به معنای اینکه حق و باطل جدا کرده میتواند. الله کسی رو دوست دارد به همون یک فهم میدهد که حق و باطل جدا میکند و تمییز میکند، حق رو و قبول میکند، جدا میکند، حق رو و قبول میکند و عمل میکند و جدا میکند باطل رو و ترک میکند. و این در دست الله است و وظیفه ما طالب علم رسانیدن است. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.